نوبتی آیین شب آغاز می‌یابد. ما در برنامه‌های پیشین با هنرمندان معروف تاجیک چون استاد جانبک نبیев صباحت نجم‌الدین و اسماعیل جان فیض‌الدین محیدین غازیев و سرایندگان جوان غالب جان یوسفپور و انور جان احمدov برنامه‌ها آماده ساخته بودیم و نهایت با خواهش شد درخواستی زیاد شما بینندگان عزیز مخلصان صنعتی هستید. امروز تصمیم گرفتیم که در محفل امروزی ما در برنامه آینه شب هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضل شاه شادیев مهمان گردم. من با کفکوبه های شما تحت ترسک بردهان شما افضل شاه شادیев را به صحنه دعوت میکنم. مرحبا. هیچ شادی نیستم در این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختن از فراق دوستانی پرهنر. در مزار سینه‌ام خوان فاتحه آخرین لبخند را دورانده‌ام. با علابی مغزی دل جوشانده‌ام در گذار عطر نوری مصطفی گلبنی امید را رویانده‌ام تا بزرگی خدا را حس کنم. شجاعت را در دلم خنجانده‌ام. Oh
شاهی مگر میری اگر بر ما گر پیری یقین دانم که میری و وقتی مرگ در ما اگر زشتی و زیبایی اگر شیعی ماهی یکتایی اگر تو میری دنیایی و وقتی مرگ در ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضلشاه شادیف. من اول شمالی بیام نمیدیم ما 3 روز پیش از کویت آمدیم همه همیش شیرمندا کردیم کویت بردیم تلویزیون بنشون میدید پاک شب خیلی میبینی تو اونجا مهمون بیاده که اهلا و سهلا میگه خوش آمدید یعنی و من میگم که ما با خوجند خودم آمدیم ما مهمون نیستیم من راستی که کارم زیاد شد سمی سال 2015 کمتر از بدی کارو بسیارتر شدم من نتونستم آمدن امروز با شرافت بزرگی همین حاجی تشریف آوردم با همه شما بهار نوروز خوشبختی خوشنودی عمر دراز السلام علیکم تشکر. دوستان عزیز برنامه آینی شب امشب مهمان عزیز رو دارد این کس هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان دارنده مکافات بین المللی اینتلیکت ناتسی یعنی ذهنی ملت برای خدمت‌های بزرگ در پیشرفت جامعه معاصر و دستاوردهای شایسته کسبی افضلشاه شادیف سال 1962 در زادگاه رودکی بزرگ پنجکت باستانی تولد شده است. سال 1979 بعد ختم مکتب میانه به دانشکده صنعتی به نام میرزا طلسم‌زاده داخل شده. آن را سال 1983 ختم نموده فعالیتشان را در فیلارمونی تاجیکستان آغاز کردند. افضلشاه شادیف لوریت دولتی کمسمول لینی سال 1989 هنرپیشه شایسته تاجیکستان سال 1993 هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2008 میباشند.
لوریت مکافات سمیرامید 2000 در عراق، لوریت مکافات گوناگون در آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه، ایران و یمن می باشند و مهمتر از همه محبوبترین هنرمند، محبوبترین سراینده کشور عزیزی ما می باشند و به افتخارشان یک هفته بشنویم. استاد شما رو به برنامه آینه شب خیر مقدم میگوییم. پیش از شما در این محفل هنرمندان زیادی بودند، از جمله هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان جانبک نبیوف، هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان صباحت نجمیدینی و هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان اسرائیل فیضیلوف و چندین دیگر. من در آغاز میخواستم برداشت شما رو از برنامه امروزه، از برنامه آینه شب، از قبول مخلصان واقعی شما که امروز آمدن تا با شما نه تنها سرود شما را گوش کنم، بلکه میخوام با شما صحبت کنم. اولا برداشت شما را میخوام پرسان شوم و ثانیا میخواستم صحبت ما کمتر صحبتی جدی‌تر باشد در مورد مقام صنعت، مقام هنرمند در جامعه امروزه. چند روز مقدم در نوروز جهانی، در نوروز ادیبان سرور کشور، در مورد هنرمندان، در مورد سخنوران اندیشه‌های جالب گفتم و من می‌خواستم پیرامون همین نکته نظر شما رو پرسیده باشم. ممنون. اولا در جمهوری عزیز ما شهرهای گوناگون هستند، لیکن از همه شهر زیباترین برای من شهر خوجند است. من این همه جا میگویم، نمیدونم، من خوجند بسیار دوست میدارم و این برنامه آینه شب شما و من یک ثبت استاد جانبک نبیوف را تقدیم کردید. دفعه گذشته آمدگی بود. من همون ماشین به مونده تماشا کرده رفتم تا دوشنبه. روز دیگر بگم کیف کردم، لذت بردم. بار دیگر یک بار دیگر به مدنیت بلندی این شهر باستانی و استاد صنعت استاد جانبک نبیوف و عموما مدنیت بلندی بزرگی جانبک نبیوف، جانبک مرادوف، آقای محمد نیازوف، فرخ خوجا بهادروف، دوان علیمتوف زنده هنرمندای بسیار محبوبی همین سرزمین من همیشه به الهام می آورد و به الهام می آورد و جهت نوروز بیم اگر نوروز خوجند اگر قایل نمی کرد خوجند رئیس شهر خوجند وزیر زمین شده دوشنبه نمی رفت. یعنی که این برنامه بودی منقول آمد و راست دیگر اینجا به خدمت بزرگی تلویزیونی جمهوری تاجیکستان است که از تلویزیون جمهوری آمده اینجا بنابر گرفتن. تلویزیون یک خصوصیت زیاد دارد، میتواند خور گل کرده نشان دهد، میتواند گل خور کنه. برای اینم به نظر گرفتن در کار، لیکن به هر حال زیبایی مردم خوجند، زیبایی برنامه نوروزی خوجند و همه لباسای زیبا و همه مردمی همه سرزمین ها اونجا گذاشتن، یعنی یک پای زیبا بود و برنامه هنری هم خیلی پسند بود و البته این بهای من دادم به حق ندارم، بهای علاقه سرور دولتی ما پیشوای ملت ما بهاگذاری کردم و زنده بود نوروز، نوروز جهانی، نوروز امانی، ریز بلب‌هاز محبت، اصل عشق، آغوش کشاید به هم با بغل عشق. نوروز مبارک، نوروز امانی، نوروز جهانی، با شهد زبانی، با شکر امانی، با بلاش شیرم خوجند باستانی. تشکر بسیار. استاد من میخواستم که چون امروز صحبت ما در پیرامون فعالیت شما است، در پیرامون هم زندگی هم روزگار شما است، میخواستم در چند جمله برای این مخلصان واقعا اینجا مخلصان جمع آمدند که دوستداری سرود شما هستند، دوستداری صنعت شما هستند و امروز البته در دمای برنامه حالا نفرهایی میبرند که سرود شما میخوانند، در آهنگ شما سرود میخوانند و من میخواستم در آغاز شما چند سخن از آغاز فعالیتتون، چه شد که شما صنعتکار شدید، چه شد که شما هنرمند شدید و امروز سالهای طولانی در سر
منبری بلند هنرنمایی میکنیم. من خوشبختانه در دهه پنجرود در زادگاه بابای رودکی به دنیا آمدم، کلان شدم، تربیت یافتم و اونجا قشلاق ما که در سال 65 69 70 73 از تمام دنیا مهمانان می آمدن، توریست‌های خارجی، دولت‌های دیگر و پدر من رئیس کلخازی به نام رودکی بودم و به خانه ما میرزا ترسونزاده، زنده استاد باقی رحیم‌زاده، رحیم جلیل، میرسید میرشکر، عبید رجب، بسیار بسیار شاعران حافظا می آمدن، سر کرده از استاد احمد باباقلوف، برنای ساق و معروف خوجه بهادروف، جلبک مرادوف، ظفر نازیموف، عادل هاشموف و شاعرها البته قلبی کرام لایق شرفی مهمانی خاندان ما می شدند و پدر من البته یک دسترخوان شاهانه می ساختند و بنده به آنها خدمت می کردم و از گرد مصلحت های و از گرد صحبت های شیرین همین استادایی که من نام گرفتم کم ترک بهره بردم و از همینا آموختم و سال 1973 در شهر باستانی خوجند جای یکم گرفتم و سال 74 در شهر دوشنبه در از نظر گذرانی ریسپوبلیکوی جای یکم گرفتم که میسره کلام ناصیر و میسره بودم، کاتب اولی کمسمال ریسپوبلیکا. اون کس به من دیپلم جای اول در ریسپوبلیکا سپردن سال 1974 و به همین فعالیت ایجادی من سر شد. خیلی بعد مکتب میانه تمام شد، دانشگاه صنعت، بعد همین اساسش تربیه استادا. من تمام استادای دعاشون گرفته که کدام باشن رفتن پیش شما رو استادا خدمت کردن. شاگردای این زمانه همیشه اگر کنن اگر بعد به استادی میرسن. کسی خدمت استاد کنن هیچ وقت خار نخواهد شد. تشکر بسیار. خب بسیار نفرها وقتی که درباره افضل شاه شریف سخن میکنن یا میکنن بیشتر سرودهای دوران جوانی شما اون سرودهایی که در وصف وطن، در وصف ملت، در وصف زبان سرودی یاد رقص میکنن. واقعا هم اون متنها از استاد لایق از آثار کلاسیکان است و زمان این سرودها روی کار آمدن که خودشناسی ملی مردم بیدار میشود و همین سرودهای شما یک تکانی شد که مردم باز بیشتر به خودشناسی ملی بیارن. من میخواستم انا همین رجوع شما و انا همین گونه سرودهایی که واقعا هم اونها هویتی بلند ملی دارن. از چی سر زده بود؟ بابای من در جوانی هم دائما نصیحت میکردن که اون کس اهل علم بودن، کتابدار بودن، کتاب مینویسن با دست خودشون از قرآن شریف سر کرده تا هفته که 4 کتاب مینویسن با دستشون، خطاط خوب بودن، عالم قرآن بودن، عالم اسلام بودن. لیکن اون کس همیشه میگفتن که پسرم انمین زمین ها، انمین جاها و مکان ها جای بابا کلانای ما همینجا آباد کردیم. بابا کلانای ما که آباد کرده باشن پس سوال و جواب نیست. دیگر همین دردها مجبور کرد که من به زبان رو بیارم که زبان خوار شده بود، خسته شده بود، زبان بسیار خراب شده بود، کاسته شده بود و همین زبانی ما نگاه داشت. ملت ما از زبانش زنده ما و همین زبانی بزرگ ملت پاینده می‌دارد و امروز هم در گوشه های بزرگی مملکت ما در شهرهای بسیار بزرگ مانند شهرهای اسفرکانی بادام، مسجد شریف، این طرفهای اشت، استرافشان، بعد میرد طرف تا قرآن تپه کلوب تا خطلان زمین تا بدخشان، همه جا در قراره وطن ما زبان ما تنتنه کرد و وقتی که من دیدم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد. سال 84 خواندم. من این سال علاقه 30 سال بشم که 30 سال زیادتر شد که درد من همین بود. ششمخان ناجور است گفتم، ششمخان دولتی شد. تشکر میکنم برابر دولت و پیشوای ملت که
به شش مقام یک استاتوسی مخصوص دادن و شش مقام در همه گوشه‌های تاجیکستان امروز میخوانن و گوش میکنن. شش مقام این بایگری صنعت تاجیک، بایگری ملت ما هست که همین صنعت بزرگی ما همسایه های ما گرفته میخوانن، کیف میکنن، لذت میبرن. بگذار خونم، بگذار اونم رمختم. در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست. دشمن بی از کسی که نمیرد برای دوست. دوست کسی دوست باشد همه چیزی ما گیرد. آش ما سازد، آش پخته خورد، صنعت ما گیرد، شش مقام ما گیرد، خواند. میگه دوست باشد. سلامت باشید. خب اگر به اجازه شما و خواهش مخلصان میخواستیم چند سرود از دوران جوانی شما، از سرودهای کهن اینجا مخلصان شنوند و بعدیان با صحبتمون رو ادامه بدیم. هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضلشاه شادی. ما از دوشنبه آمدیم. من خانه به یک خودم بودم، بچه ها مهمانخانه به همه شاگردان. استاد صنعت عبدالستار فاضلوف یک خرسه براشون دایره دستی مشهور جهان دیره در کویت 3 دایره نواختن. شیخ کویت اجاش خسته تعظیم کرده می آدم به حرمت خیلی. استاد صنعت رجب علی طلبایف هنرمند بسیار محبوب مردمی تاجیکستان. مامور جان ارگشزاده مادرک من شاگردم. بختیار جان بیانی هنرمند محبوب، هم حافظ هم موسیقی‌نواز خیلی مشهور تاجیکستان. ولی شیرش چراغی انجمن بود، ولی شیرش چراغی انجمن بود.
خیش را علامه ای ایام نداند مصرعی از حافظ و خیام دیلم بر رودکی سوزد و حال زندگی سوزد زندگی سوزد دیلم بر رودکی سوزد دیلم بر رودکی سوزد اگر شاید که من چو بینم همدیار خودسر و خودکام شناسد خویش را علامه ایام نداند مصرعی از حافظ و خیام هم وقت با گفتی روسا ماده بود زنی عروس میگرفتن که وظیفه بلندتر شدن در خانه‌شون روسی گپ میزدن زبان ملت خرید نیست چون زبان و شش مقام من نیست شده بود خرید بعد همسایه ها دیدن که شش مقام ما پسند نکردوزیم قدر نکردوزیم اونا اینی خود کرده گرفتستان انا برای علم من خواندم که همین زبانی مادری که اول خانه با گپ زدن نکن یاد گرفتن نکن من مثال کوشش میکنم که فرزندان با همیشه زبانه و طرز درستش فهمونم یاد دیم چون که زبان بسیار نازک است زبان ملت ما زبان تاجیکی نازک است و این نازکیت شما نقصتر میدانید زنده باد زبان شش مقام ملت دولت سلام باشید. خب دوستان عزیز ما چند لحظه باشد هم به دوران جوانی و دوران آغاز فعالیت استاد افضل شاه شادیف رجوع کردیم و فکر میکنم که گذشته همیشگی امروز و فردا رو با هم میپیوندند یعنی چون امروز هست گذشته است چون امروز هست فردا هست صحبت ما درباره صنعت امروزی تاجیک باشد نظر شما به صنعت عنعنوی امروزی تاجیک گذشته از شش مقام خود در مورد شش مقام نظر خودتان گفتید خب در مورد صنعت امروزی تاجیک میخوام صحبت کنید و در برابر چون شما همیشگی یک نفری هستید که پیوندگری شمال و جنوب هستید معرکه های شما کنسرت و برآمد های شما گاه ها در حصار شما گاه ها در بدخشان گاه ها در خوجند باستان است از این رو میخواستم نقطه نظرتان را درباره رواج صنعت عنعنوی تاجیک در ولایت سلطان گفته باشید ممنون صنعت بزرگ ملت ما خصوصا سال 1995 سر شد صنعت پیش رفتنش و ترقی یافتنش و این همش از غمخواری از صنعت دوست بودن خود راهبری دولتی ما است صنعت در استراد ما امروز بسیار هنرمندای خوب دارد جوانان خوب داریم که صنعتشون علاقه میشناسن در تلویزیون‌های جهانی نشون میدن در PMC در تلویزیون نکسوان نشون میدن مثلا صدرالدین نجمیدین جانبک مرادوف شبنم سریا ذکر الله سراج الدین سهراب محمود حسن کمال باز دیگر هنرمندا هستند که صنعتشون در حقیقت امروز شهرت دارد و با دیگر جوانایی که در خوجند هستند من اینا نامبران همشون نمیگم همشون بچه‌ای هستند که دلشون ملکه تاجیکانه میسوزد درد دارند در دلشون صنعت استراد باشدن که آدم کمتر لذت میبرند چون که در استراد تنبور توشی کردگیان نای همراه کردگیان قانون اسبابای ملی ما داخل کردگیان و این است که صنعت
هر سال نسبت به این سال سال گذشته از سال گذشته این سال زودتر پیشتر و سال هم زودتر لیکن همین سال خصوصا سال 2016 سال 25 سالگی استقلالیت وطن ماست و همین روز در مجلس دولت رهبری دولت ما پیشوای ملت به همه دستور دادن که 25 سالگی باید که سطح عالی بگذارد، هنرمندان باید که سطح عالی بخوانند و پروگرام‌های بهترین تیار کنند. وظیفه ما هنرمندان دل خلق به در آمده دل خلق خواندن. اگر خلق به چیزی ما میخواندگی پسند نباشد در دل خلق رفته از زبان ما به دل خلق ندارد، من هم هنرمند حساب میکنم. هر چی که خوانیم برای خلق بخوانیم و بار دیگر میگم که برای مادرای عزیز، برای پدرای بزرگ، برای خواهر و دادرای شیرین که هر چی از دست ما بیاد باید که ما خوانیم که سرود ما از دل به دل رسد، دل را به دل رهیست در این گنبد سپید. زمین یک پاره گورستانی فرهنگ است، قبری رودکی وقت بتخواهیم مادسر کلوگلیکا ما یکاز کی پشکی کمالی خوجندی
حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، خواجوی کرمانی سایی، کمال دین بهزاد، استاد بابا جان غفور، صدرالدین عینی، میرزای توسون زاده، قطبی کرام مولای شیرالی، رحیم جلیل، ساطین علوزاده و تا امروز همه مردم فرهنگ قبرستانشان میماند. نام همونا، نام تاریخ، نام زمین، نام زندگی. زمین واقعا یک پاره گورستان فرهنگ است. میدانی نمیدانی. چی شد مکان چی شد؟ وای با این زمان چی شد؟ ملک چی شد؟ مکان چی شد؟ کهنه جهان بهای خود شش درکی نمی هم تیر و گلوله میزند. قلبی زمین دریده است به فرح گریه میکند. چون ایران خسته جان
یک قطره آبی سخن بر رهی پرشور دریا را گرفتم و قدر ذره خاکم رسیدم چه ذره ذره دنیا را گرفتم چه ذره ذره دنیا را گرفتم سرودی عشقی گفته دکو هم یعنی میگه من نیستم برامون ها ولی تو نیستم ترس نمیگیری نه ما باید شامل دیگه ناموشه بگیم یک تحتیلی برای چند نمی کنیم نیست جوانی رفته خونم شما رفت شما زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی دیدم نامپر از باری کبوتر و دستی مادرم با به زبانی دیدم نامپر از باری کبوتر و دستی مادرم با به زبانی برای نان زده هر بار میگفت جوانی و جوانی و جوانی قدیره شنیدم با زبان ناخوانه و هر یک لحظه میگفت و میگفت جوانی و جوانی و جوانی در هر کاری خیره نمیزنی پند سعدی
جوانیاتون روادم سکین سکین رواد همین مردک هم تو خانه بدن آمده است که سنش روش گردونده رفت است گفته است که شگه روشه خانه درون بدن آمده زنش برانده است بیرون بند اوزو گشته با بیرون براد هنگ میده گفت از که ایمانه دی شما من اقتصاد خدمتتون کده شما من خیلی نگاه بین کده چیزی شد چیزی که بخیر اما نه همسایه زنش به اکته بریلیانت خرید است من اوه کمی زنر جون گفت است من خودم تو به بریلیانت و شوش گفت است که بریلیانت نی من تو به بریلیانت خیلی یک برگه گذاشت از گفش بود چند مگذاره دو اون زنک در کوچه همینه دیدن
داداش بریان آوردنو همین علامه بسیار آدم حیران میکننده حیرانو بسیار حیران میکنن من میگم حیران نشوی تو آدمی نقص به بریلیانت و طلا در کار نیست آدمی نقص در کار که دلش کفانده صحبت کرده چخچخ کرده که تیوه این تو پسد همتونی ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست نام چون در لوحه عنوان نگنجد عیب کیست
همین سروده بسیار حافظ خواندگی از آن جمله استاد نیرا امینوف خدا رحمت کنند، استاد باریس نمتیوف که به نزدیکی بندگی کردن و حافظای تاجیکستان. من دیروز که از کویت برگشتم یک سرودی عرب و تاجیک خواندم در همونجا، یعنی شعر خواجه حافظ شیرازی، شیر و شکر عربی و تاجیکی و در صنعت تاجیکستان یکم سرودی که با عرب شیر و شکر شد من آهنگ بسته خواندم و همینه در اونجا هم خوب پذیرفتن. حاجی جان یکیش یک دقیقه برای استادم نقش میگیرم. جلبک مرادوف استادی من ارتیست خلقی SSR خاکسارترین مردی روی زمین محسوب میکنم و همون شبه که ما کویت میرفتیم سرودی لیلا 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 السحری نحل و لیلا همین من میخواندم پیشتر ایادم رفت چند سال نخوندیم. ساعتی از سوجان ساعتی 8:30 برو آمدم، ساعتی 1:30 شب دوشنبه به در آمدم، ساعتی 3 به ایرپورت شدن کرد 4 به میپردم خوایت بچه‌ها کردیم. ساعتی 2 شب خانه جلبک مرادوف رفتیم استاد خواب بیدار بیرونی دروازه‌شون بنده استاد دوشنبه بود. بعد من گفتم استاد انا تلفنم دست میل جوابش میدم، بعد تلفن هم تو کلچت کردم به میکروفونش. استاد امیر سردی لیلا در همون ساعتی 2 شب خوندم با یک ورقچه من نوشتم. ورقچه‌شون ترمار کرده گرفتم خودم بگم خواندگیشون تلفن به ازیاد کردم رفته خوندیم. همین بزرگی، همین آدمگری، همین وطن دوستی، همین محبتشون به نسبت دوست و برادر و خاکساری آدمگری جلبک مرادوف هر یک تاجیک باید آموزد. من همین مرد بزرگ همچون هنرمند قریب 20 دولت خارجی ما یک جای بودیم. کدام دولت و نرفتیم همین آدم سرودی همونجای خوند. عربی، آذری، گروزینی، ارمنی، تاجیکی، یپونی، همه روسی، ازبکی
استاد در حقیقت استاد صنعت همین سرودی عربی که استاد هم شب داد من خواندم همین هم یک بار با شما خوانده میدم بعد سوال جواب استاد اجازه شما يعيش شعب الخجان يعيش شعب تاجیکستان شکرا جزیلا شکرا زنده باشید دوستان عزیز به افتخار هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضل شاه شادی را کفگویی میکنیم. تشکر استاد باید تا ایران بردن تمام موضعهای تاجیکستان و با نقلشون با سرودشون ما را سیاحت دادن ما از ایشان تشکر میکنیم. خب دوستان عزیز اینجا من میخوام حاضر دو نفر رو دعوت کنم به صحنه. دو نفر رو به صحنه دعوت میکنم و با اونها ما سوال جواب میکنیم. و اون نفری که به سوالهای ما جوابی صحیح داد و استاد افضل شاه شادی گفتن که واقعا درست صاحب تحفه ها از شرکت لیمن دیگ و شرکت تابون می شود. برای همین مرحبا کسی که جرأت دارن دو نفر رو من به صحنه دعوت میکنم. مرحبا اونهایی که زندگی نامه اونهایی که آثاری استاد افضل شاه شادیف رو نظم میدانم مرحبا هستن میدان از دلیل. من به شما سوال میدم و اونهایی که نشستن کسانی که البته اگر این کس جواب ندهند و جواب دهند البته صاحب تحفه میشوند. فقط اول انتظار میشیم که این کس جواب دهند. خوب کدام از این سرودها اولین است که افضل شاه شادیف سراییده است؟ یکم زمیری رودکی کانی سخن بود
دوم پسری عزیزم آمد سیوم خوشی گندم زمین رودکی کام سخن بود کلام و ثروت و گنجی وطن بود از اون گوهری چشمش رد بودیم ولی شرابی انجمن بود افکیبم خوشبختانه شما بدونید این از یاد ولی متاسفانه جواب درست نیست مرحبا کی جواب میدهد مرحبا از اون طرف هم گفتن برابر از این طرف هم گفتی تو هر دو همین دو کس پبیلی کشیده شد حاضر دوستان ما این به یکانی سر رو خرشکو میریم مرحبا دوامش میگذاریم سوال دیگر کدام از این نام ها به فرزندی افضل شادی تعلق دارند یکم اعظم شاه دویم ازل شاه سوم اندوشیرمون ما جواب دادم شما جواب پردون شد انجا نمیدونم چونکه ما عرضه کتاب همه پردون فرزندوی برادر بدونیم شد انجا نومی قبلگاهشون موندگی شما استاد به سوال جواب دهید کدام از این نام ها به فرزندی افضل شاه شادی تعلق دارد اعظم شاه ازل شاه اندوشیرمون یک چی انتخاب کنیم تمام بله خب متاسفانه نادرست کی جواب میدهد مرحبا آفرین یک هفته میکنیم به همین نفر به خانم که به دو سوال جواب دادم خب سوال سوم استاد اکنون به دقت گوش کنید اینجا مخلص ها از کاری بودم فکر نکنن که شما اصلا استاد نمیشناسید کدام از این جمله ها نرز گوش کنید کدام از این جمله ها در یکی از سرودی افضل شاه شادی وجود ندارد من سه جمله میخونم شما یکیش مقرر کنید که اون از افضل شاه نیست یکم نخل باغ زندگانی را ثمر گم کردم دوم تو را پیدا نکردم لیک عمرم پیاپی با قدم های تو بگذشت سوم اما چی سازم با دلم تنها تو را من مانده ام آفرین بهترین یک هفته میکنیم خوب سوالی چهارم تو میبینیم معنی نام افضل شاه یکم شاهی دانشمندان دوم شاهی عدالتمندان سوم شاهی هنرمندان استاد سیدون جون سلامت باشه من همین یک چیز اضافه کنم نام اینا اشکربای بوده که افضلشون نه اینا اشکربای اینا پاشان غوثر پدرشون همنامی پدری با سلطان مراد و همین یک بهترین یک هفته میکنیم لیکن این کس معلم هستن معلم ها عادتا از سوال گریختن از سوال نگرفتم در حقیقت وقتی من تولد شدم یک بابای اشور بوده این نامی کسا ما نمیفتیم بعد کمپری حلیمه اوچیما درواز اون کس فکر من یک بچه من نامی دروازی میمانم افضل شاه میمانم دروازی عادتا ناماشون شاشا اما که ما در درواز کار کرده از اونجا همین اوچه ما گرفته آمدگی یعنی که بیبی ماه این کس نامی من آمدگی اکای کلام مظفر شاه بعد جعفر شاه بعد انبر شاه کابل شاه افضل شاه سید مراد این نامی پدرم سلطان مراد بابام شادی مراد همه کم شکر مراد اکام سید مراد همین نامایی که اونجا اکام آیده همه که من اوچه رو به من شیر داده که نامی من آمدگی بیبی حلیمه خدا رحمت کند نام همه کس ماندگی و
дар ҳақиқат як рӯз бачаҳо шуда як ҷоя ба аёлошон баҳс меояд ки афзалшон дар куҷо таваллуд шуд. мардам ман шумо ба рӯдакӣ мегуфтам ки ҷои мана микробитон таваллуд додам. Фарқ шида шумо. Не инҷа гап рафсоз. мардам ман асосан шаҳри хуҷам ба таваллуд шудагӣ сони кӯшида рафтагӣ он тараф будам. кӯлоб равам ман кӯлобӣ, ғарб равам ман ғарбӣ, помир равам ман бадахшонӣ. ман ҳама ҷои Тоҷикистон фарзандаш ки ҳастам, зодгоҳи ман маълум нест ки дар ҷо. Афзалшоҳ Шодиев дар Тоҷикистон таваллуд шуданд муҳимтар аз ҳама. Хуб устод, бармегардем ба савол. маънии номи Афзалшоҳ: шоҳи донишмандон, шоҳи адолатмандон, шоҳи ҳунармандон. мутаассифона нодуруст. баробар ки ҷавоб мегӯяд? شوی برتری انگاشته لیکن گوجی شوی هنرمندان امروز ایشان شوی هنرمندان ولی معنی نامشان شوی دانشمندان. افضل شاه ریشی افضل از فضل گرفته شده است. فضل فضیلت. خوب باز یک سوال میدیم. حرکت کردستیم که شما یک توفه گیرید استاد. حرکت کردستیم. خوب افضل شاه شدی سالی چند به زیارتی خانه خدا رفته‌اند. یکم سال 2014، دوم سال 1994، سوم سال 1998. تکرار میکنم. یکم سال 2014، دوم سال 1994، سوم سال 1998. همین یگان خیل توفه باشد که یگان سوال و جواب نتیجه داده شود. برای همین جوابی صحیح کدام رسول خودتان گوید، کدام سوال رفته اگر نخواهید. لبیک اللهم لبیک لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سال 1994. یک هفته میکنیم و حاجی افضلشاه شدیم. اکنون یک سوال آخر همین که زادروزی افضلشاه شدیم کدام است؟ یکم 12 نوامبر 1965، دوم 4 ایون سال 1961، سوم 2 ایون سال 1962. کدامش؟ باور کنیدتان همین برای معین کردنی روزی تولد رودکی اولیمان همه خیلی بحث کردگی نبودن. و اکوی میرگون ماشینای من بیرون نمره 62 من پردم 62 من پلنگ بچه داره دویمی ایونی 1962 من با دنیا اومدگی خواهرم رحمت شما گفته حالا بچه ها چه من شما کتاب تقدیم کرده بودم کتاب گفته شما نخواهم دیدید چه کتاب ده قبول سلامت باشید. لیکن به هر حال استاد من شما خواهش میکنم یک هدیه برای جرأت کرده بر اومدگی شما. درون این کتاب این تحفه از شرکت نیمندی یک درون این یک کتاب است، کتاب فرهنگ نام. درون این باز تحفه یک دیسکی استاد افضلشاه شدیف و یک تحفه دیگر از دست شما به خانم اسمشون نمیدونیم برای 3 جواب صحیح. مبارک باشد. سلامت باشید. یک کفکوبی برای آنهایی که شرکت ورزیدند. خب به هر حال توسط این آزمون شما بسیار چیزها را درباره استاد افضلشاه شدیف دانسته گرفتید. لیکن امروز ما استاد را تحفه دادیم به شرطی که یک سلسله سوال‌های ما به جواب دهیم. بسیار میخوام به دقت گوش کنید. یک زمره سوال‌های ما به استاد باید یا ها گویند یا نه. تمام. ها یا نه. ها گفتن ها، نه گفتن نه. خوب استاد. سوال. دوره مکتبخانه
به کسی دل بسته بوده؟ ها البته. اگر به شما در فیلم خوب نقش پدر رو دهند بازی میکنید؟ البته. چرا نه؟ به دوستی زن و مرد به عشق باور دارید؟ البته. گوری زن چقورتر از گوری مرد است. شما به این سخنان طرفدار هستید؟ زن عموما گور ندارد برای که باید در دل ها هست. شما از شبکه‌های اینترنتی استفاده میبرید؟ خیلی کم. ها یا نه؟ نه. قریب نه. شما زوجیتان رو دوست داشته و اویله دار شدید؟ البته. قریب خودم کشته دادم میگیرم. غیر از حافظ بودن باز کسب دیگری دارید؟ البته. ها. پسنده من. آفرین. باری شده است که برای اهل اویله خوراک پخته باشید؟ 1000 بار. ها. یگان فرزند شما در جاده صنعت فعالیت میبرند؟ نه. نمیمونم. این زمان حافظ شما همش بچه هاشون حافظ. چه در کار یک تا حافظ در یک اولاد بسته. بچه من باید حافظ شد. نبیل من باید حافظ شد. یا کافکوی برای حافظی یگانه. بعد سرزدنی نافهمی میان شما و همسرتان شده است که اولی شده شما عضو پرسیده باشید؟ بین ما یکم بار نافهمی نشده است. برای همین نمیدونم چی جواب کنم. نه. نه. به توی زندگی کرده میتونید؟ به توی زندگی کردن نمیتونم. نه. خوب سلامت باشید. اکنون یک سلسله سوال‌ها داریم که شما باید کوتاه جواب بدید دوستان. یک رنگ دوست داشته شما؟ راستش اگر من رنگی از همه از زندگیم رنگی همین. نه. امروز پشت داریم همون کاستوم گفتم که سرخ. سفید. نه وای. بابا امروز چه خیلی فرم پشت دارم دادم. نه خیلی بارداری نه بارداری. همچین نمیش بره. جگر رنگ. انا اون نه. خوب. سوال دیگر سوال. آخرین کتابی که خوندید؟ آخرین کتاب خواندگیم کتاب استاد بزرگ رودکی است که نو سال 2015 به چاپ رسید از دست قادر رستم نویسنده. دیوان رودکی. سلامت باشید. سراینده دوست داشته شما؟ جناب مرادوف. سرود دوست داشته شما از سراینده دیگر؟ من سرود یک حافظی دوستم هست عباس قادری از ایران. اون پسند میکنم دوست میدارم و البته حافظی مشهور جهان پاوراتی از همه بهترین حافظی دنیا است. دائم باید گوش میکنم. شاعری پسندی شما از کلاسیکا؟ از کلاسیکا بابای رودکی، ایشان تورال، خواجه حافظ، شیخ سعدی، سلام باشید. شیخ کمال خواجندی، همه کلاسیکای همشون رو دوست میدارم. استاد اولین شما در جاده صنعت؟ در جاده صنعت استاد اولین من استاد اصل‌الدین مستانوف حافظ خلقه تاجیکستان در شهر پنجگی. تحفه شما به همسر در روز مولود؟ من بیشتر راست بگم اگر ولی من مهم مرد را داشته که دویمی مرد دکومنتاری یکم فیروال. من یکم فیروال زمستان با یک گلی نغزی افته میبرم میتیم البته یکان چیزی مایده که تیلا بوری بعد دویمی مرد با گران میبرم یکان طرف. خصلت پسندیده شما در انسان ها؟ خصلت اهم از انسان ها این آدمگری، آداب، حرمت، عزت همدیگر. خصلت ناپسندیده شما در انسان ها؟ دروغگویی، تهمت‌ها، پشت آدم غیبت میکرده و گپی نبودگر میگفته یا خدا زده و این بسیار کی؟ از چی میترسید؟ از آدمی الفاویتا ویران میکردگی میترسم، یعنی که از آدم نامرد. مهمترین خصلتی که صنعتکار باید داشته باشد؟ زمینی بودن. اگر سراینده نمیشدید کی میشدید؟ راستش بگم اگر سراینده نمیشدم معلم میشدم. معلم بودم. بلند است از فلک شان معلم، حلال است در جهان نان معلم. سلامت باشید. تمام دوست داشته شما؟ تمام دوست داشته من راستش بگم اگر پیشتر آشی پلو پیشی ناز میدم 3 سال سر رفته است. از لگمانی دستی ناز میدم که اولی میپزد. همین
دستی که می برد لگمن خیلی جانم کردن هم خیلی کردن همون بعد البته سحر با تخمیران احتجاجش می‌کنیم. ارزوی شما روغنی دوبه باشه. ارزوی من ارزو دارم که همین تاجیکستان با هر یک شهروندی همین دولت همین ملت دلش به وطنش سوزد با خدمت‌های بزرگی که در 25 سال استقلال شد ساختمان‌های زور شد رها گیسا خانه‌های شد شهرهای زیبا شد مکتب‌ها شد 14000 مکتب در تاجیکستان 25 سال بعد 14000 مکتب زمانی ساخته شد در تاجیکستان در داخلش کامپیوتر زیباترین مکتب‌ها زیباترین مکتب‌های زمانی ساخته شد باغچه‌های بچگانه لیسه‌های پرزیدنتی خداجان آرزو دارم که به قدری تاجیکستان به قدری همین زمین به قدری وطن خدمت‌های بزرگی پیشوای ملتمون برسید. تشکر یک کفتوی و عنوان استاد و تحفه‌ای مرکزی سودای تابون با استاد امروز یک چیز گفتن برای یک تحفه خورتر دفعه آینده اگر آمدن اون تحفه که گفتن البته بازم میشه. استاد یک تحفه مرحبا برای سلام باشید. اینا خانوم شده ببینید فقط درس ما نکنید. یا ماهی تابون خانمت راحتی دلگویمت بهترین یک هفته به عنوان استاد مرحمت دوستان اگر سوال ها داشته باشید. السلام علیکم. خوش آمدید به خوجند باستان ما. من یک سوال داشتم که شما نظر خودم من میدونم که با دولت اسلامی ایران موافقت دارید رفت آمد دارید. شما یکان بار صورت ایرانی خودتان خواندگی هستید؟ البته من صورت ایرانی وقتی که میخوندم ولی وقت بچه بسیار جوان بودم این زمانه با من ناسازگاره طفل دلی من همیشه بیقراره همیشه بیقراره نداری راه چاره این بازی طبیعته به خدا حقیقته که دلی عاشق باید ناکام بمیره ناکام بمیره ناکام بمیره. بهترین تشکر مرحبا. من یک لیستی بهترین شما رو که سولی نمتاف قریب که هنوز کشفه کنم سرشوی کانسل با کانسل شما رو خودی استاد لایق شیوری بردگی بدم من همون دیسک رو به حدم بسیار قیسته دارم که جمع شما کانسل بانید من البته می نویسم که همین سرودی دلم فشرده می شود تو از آنی دیگری را خانه گفته همین سود رو یکم رو نمیخونه سببش در چیست حاضر میخواهم که این سود خانه چونکی دیگرشون نکن فشرده نمی شود و از آن دیگر نه از آن خودشون درست موسیقی بهترین من همون کنسرت شما میگه استاد لایق زنده‌یاد جاشون جنت شد پدری بزرگی ما استاد لایق ما با هم پدر بودن هم استاد بودن هم تربیتگری ما بودن ما به وای رسوندن به کمال رسوندن و اینجا میگن که این بزم که بزم حاجی افضل شاه هست شایسته حشمت و همین درگاه هست چون حاجی ما حاجی کوی دل هاست از حال دین ما و شما آگاه هست و در اون بزم من توی همون شب ایجادی من رئیس شهر دوشنبه محمد بایدار سخن کردگی هستم و دیگر دوستا شاعرها و تبریک کردگی هستم همین شعر که شما گفتید من یک شاگردم رو بخشیدم شاگرد بگفتم که همین از این بعد من نمیخونم تو خون این گم قریب 15-20 سال شد اما شاگرد همین نمیخونم دلم فشرده می شود که تو از آنی دیگری و بختی دیگره اونا برو دیدار فری چرا به کشتنی من آمدی چرا به کشتنی من آمدی بخش دلی دلم فشرده
شود تو از آن دیگری و باغ وقت دیگری خدا منو خدا کنی. این شعر شاعرش احمد جان رحمتزاد رئیس اتحادیه نویسنده‌های شهر باستانی خوجند اکای من دوستی من. تشکر جان شیرین. در توی بچگیتون های گوید من بیام خدمت کنم. باره هم در دل یکون نیتی در شهر چکالوس بوستانی حاضر است. یکون کنسرت موندنی هستن یا نیستن؟ همونجا گفتن که یک تالار بوده است، تالار 400-500 کسر. البته یعنی یک ماه نشده سال رئیس شهر چکالوس معلم محترم رفته همه دانشجوهایی که در دوشنبه طلبهایی که از چکالوس هستن اونها جمع کرده در دوشنبه یک پیاله چای دادن. من رفتم اونها خدمت کردم، اونها تبریک کردم. معلمه به وعده دادم که معلمه یک کنسرت من میبیم برای تا ماه ماه نصیب کنه خدا خواهد راضیگی خدا کنه من ببینم. ما با اکوی سیجو مازدر کریم بودیم که یک بار آزاد شو باید ببینیم. جان دیدم خدا شما شد. جان دیدم سلامت باشید. این شهر به نزدیکی خاک کمال خوجندی از شهر تبریز آورده اینجا به یک جای بهترین کشاده آمده راهبری دولتمون. چخیر همونه دیده خرسند نمیشه. گویا که کمال خوجندی بعد 700 سال گشته آمد. دیگه کمال خوجندی مقیمی غریب نیست. و جای وطنش و زادگاهش به آمد. و همین کمال خوجندی هم من منظومه نوشته بودم یک بار که شیخ کمال خوجندی برای چی رفتگی از خوجند؟ یک دختر نظم ایندگی، دختر سر شروع بودگی همون وقت به دادوی دختر اکن اولاد خویجه ها بود است اولاد توره ها بود است ندادم نداد است شیخ هم اولاد بزرگ بودگی شیخ کمال همین خر کدی برونده رفتگی سونی رفته ایران با قویل کردگی عربستان رفتگی همدان رفتگی همه جا رفتگی. بعد در بزم شاعران در سمرقند آمده اشتراک کردن به یکم جای شیخ کمال خوجندی میگیرن بین قریب 40 تا شاعر بود. بعد هم وقت با حاکم سمرقند پروورده یک جامعه زردوزی میپوشاند و قریب 1000 تنگی طلا میکرد. اگه آدمی لوک جای اول گرفتگی شاعر بهترین. بعد شیخ کمال همین طرف رای خوجند که گذشته تبریز رفتوسیان همطوری بینه یک کاروان رفتوس. کاروان هم میدارن کاروانکش هم میگن که شما از کجا هستید؟ ما از خوجند. خوجند میرید هم فلان معلم هم میشناسید هم میشناسید. همین جامعه تید گوید که شاگرد کمال شیخ کمال از تبریز از سمرقند آمده توفه کردن. شما همه استادی من بودن همین جامعه تید من 1000 تنگی طلوع تید گوید که کتاب خریده همون دبستان‌های مکتب‌های هم وقت مکتب‌های خوجند و کتاب‌های بهترین خریده توفه کنم. و همین کارا میکنن همون آدم معلم میتن جامعه پول میتن معلم همین کارا میکنن. چقدر علم و فرهنگ پیش میره یعنی دلشون با علم میسوخت. بچه های مکتب میرفتگی باید مکتب خونن در زبان فرزندای ما باید حرفی نیک باشد حقارت و دشنام هرگز نباشد. پدر و مادر احترام کرده توانید به قدر پدر و مادر رسید به قدر اپا و خواهر رسید. من یک شعر حاضر میخونم که این درون این شعر به همه چی هست. همین شعر یک بار نقص گوش کنید. این من از دل و جانم نویستگی همینه باید شما گوش کنید. اگر خیر کنی وقتی سحر کن زبانی خود همیشه چون شکر کن. دل آزاری مکن در زندگانی غریبان و یتیمان را نظر کن. پدر مادر خدای زندگیم براشون گنج و زر را خاکی در کن. پدر راضی خدا و خلق راضی خدا راضی پدر را تاجی سر کن. برایت حاجی از دل نیسرای سرودت حاجی از بندی جگر کن. سرودت حاجی از بندی جگر
مادر قبله امید و عاشق صبری به هم داد سواد به سوادان را جوانی جوانان را زنان را شرم مردانم ایمان مردی شیطان را زنان را شرمی مردانم ایمان مردی شیطان را زمین را فیض و احسانه گشایش را به دهقانه و تشنه آبی دریا را و گشنه پاره نانه و تشنه آبی دریا را و گشنه پاره نانه سرود خدمت شد سر
را مزن دوست داری بشکنی قلبی پریشانی مرا دل شکستن کاری آسان است حرفش را مزن نوروزی جهانی باشه با هم یک نظر و دوست جانی با شب زبانی با شکری امانی نوروز مبارک نوروزی امانی نوروزی جهانی
چون پدرم پدرم دار و پدر پدری پرهنرم شرقی دوری من دردانه تو ثمره دوری من از دانه تو همه باری جهان در شانه تو بهشتی عارفان در خانه تو در این دهره که بابش آسمان است فرشته مادرم حالت چیزان است در این دهره که بابش آسمان است فرشته مادرم حالت چیزان است تو آن جانی که جانم آفرینی تو آن دردی که درمان آفرینی به نام توست این سیاره عشق تو حری کمکی چرخی غریب جمالت را جلوی اختران است جلالت را ثنای دو جهان است جلالت را ثنای دو جهان است خدا در عالمی فانی فنایی است اقامت را بجوز حمد و ثنایی است بلندی های تو از خاکساری است بزرگی های تو از بزرگواری جهان از مهر تو خورشید خواهد نمردن در قدم آید گناه جهان از مهر تو خورشید خواهد نمردن در قدم آید گناه است نمردن در قدم آید گناه در روی جهانمون ندانیم جهان چیست فرزند زمانمون ندانیم زمان چیست تا تشنه نمانیم نجوییم ره آب تا گشنه نمانیم ندانیم که نام چیست تا پیر نگردیم نفهمیم جوانی تا برگ نریزیم ندانیم خزان چیست ناشکری ما از نمک عمر زیاد است تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست سوز دلم زامن
ذکر کنیم که امشب محفل واقعا به محفلی هم سرود هم سروبتی دلنشین هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضل شاه شادیف تبدیل افتاده. اینجا ما به قرار اومدیم که چون همکارانی ما رادیوی شهرمان هست و همکاران دیگری ما شرکت دیمند یک و مرکز صنایع تابان می باشد، اونها تصمیم گرفتن که در روزی محفلی ما در محفلی افضل شاه شادیف مخلصان اون کس را شاد گرداننده شاد شریکی ما و شما گردانند. از این رو ما تصمیم گرفتیم که چند تحفه که مانده است، یک تحفه به همون خواهری که درباره سرود اینجا سوال کردن سپارده باشیم درباره اون سرودی که برای چی اون استاد نمیخوانم من مثل به صحنه دوام میخونم و از دست افضل شاه شادیف همین تحفه گرفته باشند. مرحبا. یک هفته شما برای مخلصی اصیل افضل شاه شادیف کفکوبی مانده شده می چرا کفکوبی نمیکنید؟ سلام باشید دوستان عزیز، امروز از وادی زرافشان از پنجکیتی باستانی مهمانان ارجمند حضور دارم و یک نفر به نمایندگی یک تحفه از دست استاد افضل شاه شادیف گرفته باشند. مرحبا. یک کفکوبی میکنیم برای ولی ما میخواستیم که مخلصان هم سرود استاد خوانم، ولی من از چشمان همه شما میبینم که هر یکی شما سرودهای استاد میتوانتون زمزمه کنیدون خوانیدون و نمایندگی از همه شما من بسیار میخواستم که یک سرودی نغز یکی از شاگردان استاد افضل شاه شادیف بابا جان امان الله که نیز از حافظان محبوبی ولایت ما کشور ما هستند خوانده باشند. من الان صحنه رو به اون کس میدم. مرحبا. نوازش کندی هم دیده من خدایا در کجایی
به همه برادران هزار تشکر میگویم و یک مصرع شعر میخوانم که این شعر من از صدق دل میخوانم برای شما. وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، فرمانروای مطلق دارنده کمان بود، پیر و جوان کشور لرزان ز بیم جان بود، سرسان و خانویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی به روز سختی مشکل کشای ملت. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت. ای پیشوای ملت، هستی بقای ملت، ای قهرمان ملت، جانت به جان ملت. برای پیشوای ملت، برای پرزیدنت یک قصر بزنیم، میخیزیم قصر بزنیم. خدای لایم علمی وطن، خانه ها ما تینج، وطن ها ما ارزانی امانی، شب سحر از خواب خیزیم همه جا آرامی تینجی. بچه ها مکتب روند، درسای خوانند، دانشای آموزند، زنها لباسای اطلس پوشیده کوچه های خجم و کیف کده گردن هم تو هوای تازه بند. مردکا پشتشان مرده گردن نگاه میکنن. زنده باد همه شما، زنده باد عشق، زنده باد تاجیکستان، زنده باد خوجند باستان، زنده باد نوروز جهان. باز یک شعر استاد لایق هست، میگن که شیشه ما سنگ خارا بشکنه، خامی ما پخته ها را بشکنه. آنچنان سنگین مزاج و محکمیم، کوزه ما سنگ دریا بشکنه. آنقدر ساغر شکستیم از علم، تا طلسم یک معما بشکنه. 100 دل و 100 دست و پا بشکسته ایم، تا که 100 راه فردا بشکنه. پیش من بتون بچه آفرین. ما از آن میدان غریبان نیستیم که دل ما به تقاضا بشکنه. گردنی گردان بشکنیم، پیش از آن که گردنی ما بشکنه. ما گردنی گردان میشکنیم ملت تاجیک. این خلقی که یگون کس این ملت نشکست است، یگون کس زبان این ملت نتونست دوزیده، یگون کس این ملت پس زد نمیتونن. این ملت جاودانی است، ملت بزرگ است، ملت تمام استاد تمام ملت های دنیا است. زنده باد این دولت، زنده باد خوجند باستان. خوش آمدید. هزار رحمت سید ماجان و شکان زمری دراز برای این تشکیلات و همه اهل صحبت و این طرفخانه زیبا. هزار رحمت. یک افکوبی دیگر به عنوان استاد افضل شادیف، ما از نام همه شمایان، از نام آنهایی که و محفل ما نتوانستند برسند، بسیار نفرهایی بودند که میخواستند به این محفل و برنامه آینه شب برسند ولی نتوانستند. ما از نام همه آنها و استاد تشکر میگوییم که وقتی قیمت خودشان غنیمت دانستند، وقتی خدمت خودشان برای مخلصان اصیل خودشان بخشیدند. ما تشکر میگوییم و باور دارم که برنامه آینه شب چون توسط تلویزیون پخش میشود، باز تمام مردم ولایت ساکنان کشور این را تماشا میکنند و از آن بهره ها میبردارند. خیر عزیزان، تا برنامه های دیگر در پناه خداوندی.